سوزن میگن اینجا ده پست پست گم میزنی که اینجا جای آرامی هست. ای زنده باشه. استراحتا چه خلای؟ جانونا یا خیامان؟ حد خوبه. جانا یا که؟ این چند گرادوس گرمی شما پا؟ برادر عزیز اینجا میایی این طرف صندلی اینجا ده بوقیه برادر. این برادر منم؟ حد خوبه. جانا یا که؟ این چند گرادوس گرمی شما پا؟ تا 48 گرادوس هم میشه. این برادر رو برام دادن صندلی. این برادر رو برام دادن. خیلی کلامه بچه اینا. اینجا همین گفتم که فقط برای مردمانی به نهایت خوبه برادر عزیز. مردم استراحت دارن. چند گرادوس میشه بود؟ بچه خطی دیدی بچه؟ اینا برادر رو دیدی؟ اینا تو دروش میدونی اینا برادرها کلیدور دا اومده. اینا پیروی کارو می‌بینم اینجا. سلام علیکم. ای زنده باشه. استراحتا چه خلای؟ جانونا یا خیامان؟ ای زنده باشه زنده باشه. یا دعا بتن کو. مردمی غریبه تماشابینا رو همش دعا بتن. یا دعا کو. بابا جی. الله اکبر. زنده باشه. دوستان عزیز یعنی سوزن میگن اینجا ده پست گم میزنی که اینجا جای آرامی هست. اینجا برای عصبا این سوزن میزنن. دیدین برادر عزیز؟ اینا دکترمون بازو سوزن این برای عصبه. اینا به نهایت فایده کلان دارن عصب دادن برادرها. اینا بزنی خوبه اینا برادر. اینا دوستان عزیز ایناش برای عصب. خیلی در تاجیکستان آدمی نیست که عصبش ویرون نباشه. همینش مساج برادر. اگه خمون که یاشن خیلی نیست هم پنسانی رو با فکرم که آدمایی که بسیار در ماشین میشینن اینا دستا را عدل نه پوچه را عدل نه همه را عدل نه مساج میکنن. 15 منوت 20 منوت میشینی میبروی میگی نه وای مادر تولد چی؟ این همه خیلی این برادر رو ختم تماشا کنیم. یه بار دیگه سلام علیکم دوستان عزیز. خیلی میدونید که من کنجکاوی میکنم این طرف اون طرف میبینم. بسیار پرسپاس کردم در اینجا. من گفتم چخیر فهمیدین اومدین. میگم ما همه آدمی هستیم که کرونا ویروس شده. مقصد نگاه پرستاد که کرونا ویروس شدگیان سو شدگیان تو حاضر چیزی غمشون میته. که من نمیفهم کسا شدگی همو میدونه این کارو را. میگه همسایه‌مون اومدن همه خجابی گرم رفتن سوس شدن. هم خیلی کرونا ویروس شدگی بودن چیزی با غمشون میدود. من نمیدونم نفس تنگی یا که سلوفا یا که چیزی که غمشون میدود. میگه خوشو سوز نشیده بودیم. همه همسایه‌مون اومدن خجابی گرم سوس شدن. بعد مقصد که ما هم برای همین قوم اومدیم. انا با مشورت با توصیه میتونم کسانی که کسال کرونا ویروس شدگان چیزی غمشون میته. انا می خجابی گرم یک در یک ای. همین مقصد به نهایت خوب ایده. با ما پرسان کردم دکتر رو هم خیلی پرسیدم. بعد دکترش که این گپا رو ما باید نگم نه که میگم شما. دکترش گفت که همین وقتی کرونا ویروس در کرانتین ده همه بیمارا رو همه ایرپورت همین روی میکردن. کسی که کرونا ویروس میبرومد روی میکردن همین خجابی گرم ده همین جودا نگاهشون میکردن. مقصد انا همین خجابی گرم ده یگم نفر شدگی نیست. گفت یگم نفر کرونا ویروس نشیده. اینجا میایم بود هواش او همه چی همین عجل کرونا ویروس بوده. انا کسانی کرونا ویروس شدگی انو مقصد با چیز غمشون میته. اینا مرامت ما شما رو توصیه میتونم خجابی گرم بیاین. اینا ایگه پکی ما شنیدم اینا شما رو گفتم برادر عزیز. خداوند یگم تا کسل نباشد بیمار نباشد هم وقت سربلند باشد تن و جان سالم ای همه بالای خداوند بزرگ اول تن و جان سالم اومتیا بارش خروجی فراوان اومتیا در نزد یگم دوست و دشمن سرخم نکنه. هم وقت ملت تاجیکای تاجدار هم وقت با میسی تاج اونها در بالا سربلند باشین. رفتن میگیریم با ما چیز دیدم شما دا بنوار میگیرم پیگیری همین ویدیوی ما باشین. البته که من وعده میتونم با شما چیزای خوب خاطرمان پیشکش شما میکنم. زنده باشه دوستان عزیزم. میریم با انا دوستان عزیز با کل هموطنان و غریبانی در شهر مسکو بوده. با شما توصیه میتونم شرکت موحدین مرامت این رقمشون واتساپ دارن. مرامت زنگ بزنین. آفیسشون در مترو وادنی استادیون های. آفیسشون مرامت کنین برادرها. البته ماشین‌های نو و زمانوی در خدمت شما است. مرامت تنها شما زنگ زدن برای گذشتن سرحد. در خدمت شما شرکت موحدین
واقعی سربلند و خانواباد باشین، همه وقت جیبکاتون پری پول باشد. زنده باشین.